دوستان من سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم به جلسه دوم از شب امتحان ریاضی 8. خب تو جلسه اول در مورد عددهای صحیح و عددهای گویاه با هم دیگه خیلی مفصل صحبت کردیم. بریم سراغ فصل دوم. در مورد عددهای اول می‌خوایم تو این جلسه صحبت بکنیم. میشه گفت فصل ساده‌ای هم هست، همونطور که تو بارون بندی هم گفته بودم بهتون. توی ترم اول 2.5 نمره و توی ترم دوم 1 نمره میاد و سوالاش هم مشخصه، یعنی سوالای روتین و قابل حدسی داره. خب موضوعاتی که داریم بیشتر در مورد عددهای اوله. بعد اینکه عددهای اول شناختیم، دیگه نمودار درختی قرار شد اول فصل بریم. قبل اینکه اصلا توضیحاتمون بخوایم بدیم، شما به میمی و که میمی باید بلد باشید. به میمی و که میمی دو عدد اصلا چی هستن اینا کامل توضیح میدیم. و اینکه دو تا روش داریم برای تشخیص اینکه یه عدد اول هست یا نه، یا روش‌های پیدا کردن از عدد اول دو تاست. یکی روش غرباله، یکی هم روش تقسیمه. بریم شروع بکنیم مثلا تعاریف و نکاتی که این فصل داره ببینیم چی هستش. درس اولمون گفتیم عددهای اول می‌خوایم بشناسیم. خب ببین این یادآوری بکنیم عددهای اول قبلا هم تو کتاب‌های قبلی که داشتیم مخصوصا ششم و هفتم یه مروری داشته و چیز جدیدی هم برای شما نیست. یه تعریفی داریم از شمارنده. شمارنده‌های یه عدد چه چیزهایی هستن؟ هر عددی که عدد A به اونا بخش پذیر باشه میشن شمارنده‌های عدد A. مثلا شمارنده‌های ما عدد 6 رو می‌خوایم پیدا کنیم ببینیم چه عددیه. عدد 6 به چه عددی تقسیم میشه؟ خب 6 به 1 تقسیم میشه. در واقع میشه گفت یک شمارنده همه عددها هست، چون همه عددها به 1 تقسیم میشه. 2 شمارندش هست چون 6 تقسیم به 2 میشه. 3 هست 6 تقسیم به 3 میشه. تمام. همین 4 تا عدد 1 2 3 6 شمارنده های عدد بچه‌ها. حالا یه چیز استانداردیه ها. خب اینجا کتابم نیومده. با دی بزرگ نشون میدم. مثلا دی 6 مجموعه ای از شمارنده های عدد 6. مجموعه شمارنده های عدد 6. حالا بریم شمارنده های عدد 12. چه عددهای 12 بهشون تقسیم میشه؟ 1 هست، 2 هست، 3 هست، 4 هست، 6 هست و خود 12. در واقع 1 و خود عدد ما شمارنده های ثابت ما هستن. یک که شمارنده همه اعداده، خود عدد هم شمارنده خودش هست. این ما بقیه هم که حالا باید پیدا بکنیم. حالا ما با توجه به این وضعیت شمارنده ها میگیم اعداد طبیعی از نظر ما با توجه به وضعیت شمارنده هاشون سه تا حالت دارن. یا عدد یکن، یا عدد اولن. چرا رفت تصویر من؟ یه دقیقه من تصویرمو چک کنم. خب فکر کنم الان درست شد. پس ما با توجه به وضعیت شمارنده هایی که دارن عددها گفتیم عدد طبیعی سه حالت دارن، جزء یک این سه تا دسته باشن. یا عدد یکن، یک خوش باز خوش قلمرویی داره که سلام میگیم یک، بعدا میگیم نه عدد اول نه مرکب. غیر یک اعداد دو حالت دارن، یا اولن یا مرکب. پس اعداد طبیعی شدن اول، مرکب و عدد یک. یک نه اول نه مرکب. حالا میخوام در مورد اعداد اول و مرکب صحبت بکنیم. الان ما فهمیدیم که اعداد به سه دسته تقسیم میشه، اول، مرکب و یک. اول چیه؟ مرکب چیه؟ عدد اول میگیم هر عدد طبیعی بزرگتر از یک که هیچ شمارنده طبیعی به جز یک و خودش نداره. یعنی در واقع اعداد اول اعدادی هستن که فقط به خودشون و یک تقسیم میشن. مثل دو. دو به چی به جز خودش و یک تقسیم میشه؟ 3 5 7 11 13 اینا عددهایی هستن که فقط به خودشون تقسیم میشن، فقط به یک تقسیم میشن. در واقع شمارنده هاشون دو تا عدده، یکی خودشون یکی یک. پس عدد اول فهمیدیم چیه؟ حالا میشه عدد مرکب و هر عدد اولی مرکبه دیگه به جز یک که نه اول نه مرکب. حالا ویژگیش چیه؟ فارسی بخوایم تعریف کنیم میگیم عدد مرکب هر عدد طبیعی بزرگتر از یکه که غیر خودش و یک شمارنده طبیعی دیگه نداشته باشه. شمارنده طبیعی دیگه داشته باشه به جز خودش و یک شمارنده طبیعی دیگه داشته باشه. نداشته باشه میشه اول، داشته باشه میشه مرکب. در واقع عددهایی که اول نیستن مرکبن دیگه. حالا که مثال نزنیم چه عددی دیگه. 4 6 8 9 عددهای زوج غالبا. حالا همیشه عدد مرکب عدد زوج نیستن، فکر نکنی هر عدد زوجی دیدیم مرکب. نه مثلا 2 زوجه ولی مرکب نیست اول. اتفاقا تنها عدد زوج اول میشه گفت عدد 2. حالا یه استثنا بذاریم. عدد 1 نه عدد اوله نه مرکب. عدد 2 تنها عدد اول زوج. بقیه عدد زوج همشون مرکبه. حالا میخوایم یه مسئله خیلی جالب با هم دیگه کار بکنیم. گفتیم دیگه آیکون 4 تا علامت عملیات اصلیمون نشون دهنده مثال. میگه 3 برابر مجموع دو تا عدد اول شده 99. اختلاف اون دو تا عدد اول. ببین 3 برابر مجموعشون شده 99. خب پس مجموعشون رو بخوایم پیدا کنیم، مجموع دو تا عدد اول یعنی باید 99 رو تقسیم بر 3 کنیم دیگه، میشه 33. چون 3 برابر مجموعشون شده 99. خب خود مجموعش میشه 33. مجموع دو تا عدد اول شده 33. یه نکته میگم، یه نکته خیلی مهمه.
32 عدد فردی وقتی بخواد دو تا عدد با هم جمع بشه و مجموعش یه عدد فرد به ما بده، مطمئن باش یکی از این دو تا باید زوج باشه، اون یکی باید فرد باشه. دو تا عدد فرد جمعشون فرد نمیشه، دو تا عدد زوج هم جمعشون فرد نمیشه. فقط تنها حالتی که یکی زوج باشه یکی فرد باشه، جمع دو تا عدد میتونه فرد باشه. دو تا عدد اول بگی نبودن که جمعشون شده بود 33؟ داری میگی این دو تا عدد اولن، یکیش هم زوجه، تنها عدد اول زوج دوه. دو با چی حالا میشه 33؟ دو با 31 پیدا شد. این دو تا عدد اول یکیش دو بود یکیش 31. حالا اختلافشون رو خواسته 31 منهای دو میشه چند؟ 29. به همین راحتی سوال حل شد. فقط یه نکته ریز بعد میدونستی که آقا دو تا عدد که با هم جمع میشه میخواد فرد بشه، یکیش باید زوج بشه یکیش فرد. نکته ساده ام واسه تا حالا شاید دیده باشه ولی بهش فکر نکرده باشه. بریم سوال نکته بعدی. تجزیه عدد به شمارنده‌های اولش. ببین هر عددی تشکیل شده از حاصل ضرب یه سری عدد اول. حالا تو عدد مرکب هم ممکنه باشه ضرب شده باشه، ولی حتما شمارنده اول هم داره. مثال من میخوام ببینم عدد c حاصل ضرب چه عددهای اولی بوده یا چه عددهای اولی تو هم ضرب شدن به من c رو دادن. خب یک روشی وجود داره به نام روش نمودار درختی. چی میگه این؟ میگه بیا به عددهای اول دونه دونه تقسیم کن. یعنی اولین عدد اول 2، بعد 3، بعد 5، بعد 7، همینجوری 11 13 الی آخر. 30 رو به 2 تقسیم می‌کنیم میشه 15. نکن درخت دو تا شاخه داره، یه شاخه 2 یه شاخه شد 15. دو که دیگه هیچی. حالا 15 رو به 2 میتونی تقسیم کنی میگی نه. برو عدد اول بعدی به 3 میتونی تقسیم کنی میگی آره. به 3 تقسیم کنم میشه 5. خب 3 که اول هیچی بکنه 5 میمونه. 5 به 2 تقسیم میشه میگی نه. به 3 تقسیم میشه میگی نه. به 5 تقسیم میشه آره. 5 تقسیم به 5 اصلا خوش اوله بی خیالش. تهش می‌خواستی دو تا شاخه هم به این بدی دیگه، می‌خواستی بگی 1 و 5 که یک چون اولی اصلا این کارو ما نمی‌کنیم. حواستون باشه. پس حاصل ضرب رو تا جایی ادامه میدی که عدد اول بخوری. الان 2 اول، 3 اول، 5 اوله و حاصل ضرب این سه تا اول عدد اول اتفاقا میشه 30. این سه تا رو تو هم ضرب کنیم میشه 30. 2 3 6 تا 6 5 تا 30 تا. پس ما نمودار درختی تا جایی میرسیم که به عدد اول بخوریم. یه عدد دیگه مثال بزنیم. 90 به 2 که تقسیم نمیشه به 3 میشه 30. حالا 30 به 2 تقسیم میشه. دو تا 15 تا میتونی بنویسی، میتونی هم 3 تا 10 تا بنویسی. حالا الان 2 تا 15 تاش خودم می‌نویسم جداگونه. 3 تا 10 تا نوشتیم. حالا 10ش دوباره تقسیم به 2 میشه، 2 5 تا میشه. 5ش هم که اوله، 2 هم که اوله، اون 2 تا 3 هم که اوله. دور همه عدد اول خط بکش. حالا عدد اول تو هم ضرب کن. 90 میشه. 3 ضرب در 3 9، 9 ضرب در 2 18، 18 ضرب در 5 میشه 90. حالا اونجا که بهت گفتم اینجا گفتی 90 تقسیم بر 3 شد 30. حالا 30 رو هم میتونی 3 10 تا بنویسی، هم میتونی 2 تا 15 تا بنویسی. باز دوش که اول هیچی نکن، دور اولو خط بکش. 15 رو باز می‌نویسی 3 5 تا. هم 3 اول هم 5 باز فرقی نکرد. نگاه کن 3 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 5 شد، باز همون 90 به من میده. پس هیچ فرقی برای ما نمیکنه. تو نمودار درختی اگه یه هوی به جای اینکه تقسیم به 2 کنیم تقسیم به 3 کردیم اشکال نداره. جلوتر مطمئن باش تقسیم به 2 خواهی کرد. مطمئن باش. پس این میشه تجزیه یه عدد به شمارنده‌های اولش. خیلی راحت هم هست، خیلی راحته. فقط کافی به عددهای 2 3 5 7 تقسیم کنی. به عددهای اول تقسیم می‌کنی. به عددهای اول. حالا یه سوال گفته دو تا عدد بنویس که 3 و 7 تنها شمارنده‌های اولشون باشه. خب ببین اولین عددی که میخوام بنویسم حاصل ضرب همین دو تاست. اولین عدد پس چی میشه؟ اولین عدد خود 3 و 7 که دو تا عدد اولا رو تو هم ضرب کن. یه عددی به شما میده به نام 21. 21 دو تا عامل اول بیشتر نداره. 3 و 7 تمام، هیچ عامل دیگه ای نداره. حالا دومین عدد ما که میخواد عامل های 3 و 7 هم داشته باشه، فقط عامل های 3 و 7 داشته باشه، خیلی هم میگن آقا بیا این عدد رو ضرب در 2 کن. در صورتی که شما اگه این 21 رو ضرب در 2 کنی نگاه چه اتفاقی میفته. این دو برابرش میشه 42 و 42 عامل‌هاش اگه نگاه بکنی 42 6 7 دیگه. خود 6 2 3 تا، یعنی عاملی به جز 3 و 7 این وسط در اومد به نام 2. پس حتما باید ضرب در 2 بکنی، جواب نمیده. اتفاقا ضرب در 2 نباید بکنی، اینجا باید بیای ضرب در 3 کنی، چون 3 که یکی از عامل‌های خوشایند ما دوست داشتیم عامل 3 حتما باشه. الان 21 رو ضرب در 3 کنی میشه 63 و 63 هم 9 7 9 هم خودش 3 3 تا. نگاه عامل ها 3 و 7 فقط. پس یکی از عددا شد 21، اون یکی هم شد 63. بریم سوال پایینیش. گفته کوچکترین عددی رو بنویس که دارای 3 شمارنده اول باشه. وقتی من میخوام عددم کوچکترین باشه، پس کوچکترین عددهای اول رو باید تو هم ضرب بکنم دیگه. کوچکترین عدد اول چیان؟ یه دونه 2، یه دونه 3، یه دونه 5. که اگه اینا رو تو هم ضرب بکنیم میشه 30. عدد 30 کوچکترین عددیه
که 3 تا شمارنده اول شمارنده هاشن 2 3 5. تو ضرب کنیم چیزی. بریم سراغ حالا مبحث بسیار مهم بمیمیم. بمیمیم از 3 تا کلمه بزرگترین مقسوم علیه و مشترک گرفته شده. بزرگترین مقسوم علیه مشترک یا همون بمیمیم چیه؟ مقسوم علیه مشترک یا همون مقسوم علیه رو که میدونی چیه؟ همون شمارنده است که اول گفتم. ببین شما مثلا عدد 36 و 48 رو میخوای بمیمیمش رو به دست بیاری. بمیمی 2 تا عدد، یعنی بزرگترین مقسوم علیه مشترک 2 تا عدد 36 48. نمادش هم بچه این پرانتز است. نگاه این پرانتزی که میاد قرار میگی نماد بمیمیمه. اوکی. حالا من میام تمام شمارنده های عدد 36 و 48 رو می‌نویسم. 1 2 3 4 6 9 12 18 36 اینا شمارنده 36 ان. شمارنده 48 هم میگه، یعنی تمام عددهایی که 48 به اون تقسیم میشه. حالا قبول داری بین این شمارنده های 36 و 48 یه سری مشترکن؟ میگی آره. مثل 2 مثل 3 مثل 4 مثل 6 مثل 12. بزرگترین این مشترکا میشه بمیمیم. بزرگترینشون چنده؟ 12. به به. پس شما بمیمیم خواستی پیدا کنی، شمارنده های هر دو تا عدد رو می‌نویسی، بزرگترین عامل مشترک رو بمیمیم میگیری. یه مدل دیگه هم حساب میکنن، میان نمودار درختی استفاده میکنن. مثلا 36 نمودار درختیشو بریم 2 18 تا، دوباره 18 به 2 9 میخوره، 9 هم 3 تا. میگه عامل های اولش 2 2 3 3. اوکی. 48 هم بریم به 2 میشه 24، دوباره 24 تقسیم به 2 میشه 12، 12 به 2 باز میشه 12 رو به 3 گرفتیم، به 3 میشه 4، 4 هم میشه 2 2 تا. این عامل های اولی هم که ضرب شدن تو هم بشه 48 هم مشخصه. از نمودار درختی چطوری بمیمیم در بیاریم؟ اینطوری میگی عامل هایی که مشترکن، من رنگو عوض کنم، عامل هایی که مشترکن رو بگو. یه 2 داری، یه 2 داری می‌نویسی، یه دونه 2 می‌نویسی، دوباره یه 2 داری، یه 2 داری، دوباره می‌نویسی، یه 3 داری، یه 3 داری، دوباره می‌نویسی. یعنی چیزی که این و عاملی که این ور داری اونور باید روش. دوباره یه 3 اینور داری اونور نداری دیگه نمی‌نویسی. 2 تا 2 اینور داری دیگه اونور 2 نداری دیگه نمی‌نویسی. الان ضرب اینا چی میشه؟ 4 تا 12. همین راحتی. یه بار دیگه بعد مرور بکنی. برگرد به عقب، حتما این قسمت یه بار دیگه مرور بکن. از اول ببین. هیچ مشکلی نداره، فیلمو دوباره ببین. پس یکی دیگه از کارهایی که میتونیم بکنیم ما برای پیدا کردن بمیمیم همین روشی بود که الان بهتون گفتم. بیایم از نمودار درختیش رو استفاده بکنیم. اوکی. بریم سراغ نکته بعدی. 2 عدد نسبت به هم اول یعنی چی؟ متباین هم بهشون میگن. 2 تا عددی که نسبت به هم اولا ویژگی که دارن بمیمیمشون یکه، یعنی اصلا مقسوم علیه مشترکی ندارن. مثل خب ببین 2 تا عددی که بمیمیمشون یک باشه 2 تا عدد نسبت به هم اولا، مثل 9 و 14. 9 ناکن شمارنده هاشو 1 3 9. 14 رو نگاه 1 2 7 14 اصلا عامل مشترکی ندارن. چرا؟ شاید بگی عامل مشترکشون یکه. باشه بمیمیم هم یکه دیگه. بمیمیم هم یکه. پس اگر بمیمی 2 عدد شد یک، این 2 تا عدد نسبت به هم اولا یه اسم دیگه هم داره، این 2 تا عدد نسبت به هم متباینند. حالا چند تا نکته میخوام بگم. هر 2 تا عدد اول دلخواه نسبت به هم اولا. عدد اول چیا بود؟ 2 3 5 7 هم جاله ادامه داشت 11 13. هر 2 تا عدد اول مطمئن باش نسبت به هم اول، یعنی بمیمیشون یک، مثل 5 و 19 جفتشون اول و بمیمیشون یک. بعد هر 2 تا عدد متوالی دلخواه نسبت به هم، مثلا 3 و 4 4 و 5 6 و 7 8 و 9، اینا چون پشت همه مطمئن باش شمارنده مشترک اصلا ندارن، تنها شمارنده مشترکشون یکه، پس بمیمیشون یک. بمیمی 2 عددی که بر هم بخش پذیرن برابر عدد کوچیک است. مثلا 6 و 18، خب 18 به 6 بخش پذیره دیگه، بمیمیشون میشه کوچیک 6. مثلا 4 و 24 میشه 4، 5 و 25 میشه 5، 6 و 36 میشه 6. هر 2 تا عددی که یکیش به اون یک بخش پذیر بمیمی میشه کوچیک. دقت کنید 2 عدد ممکن است اول نباشند اما نسبت به هم اول باشن. خیلی جالبه. یعنی 2 تا عدد گفتیم اول باشن، خب نسبت به هم اولن، اما ممکن 2 تا عدد خودشون اول نباشن ولی نسبت به هم اول باشن، یعنی شمارنده مشترک نداشته باشن. مثل 12 و 35. اصلا 12 که زوجه، اول نیست، مرکب. 35 هم مرکبه ولی اصلا شمارنده مشترک 2 تا ندارن و نسبت به هم اول متباین. عجب نکات زیبایی داشته نسبت. حالا بریم سراغ کم کم دیگه، میخوام ببرم تو فضای کمیمی. حالا کمیمی داستانش چیه؟ قبل از اینکه با کمیمی آشنا بشی با مضارب طبیعی عدد آشنا بشی. مضارب طبیعی عدد چی است؟ اگر یه عدد رو به ترتیب تو عدد طبیعی ضرب بکنی، خب مضاربش به دست بیاد. مثلا مضارب عدد 3 رو اول تو 1 ضرب بکنیم میشه 3، تو 2 ضرب بکنیم 6، 3 ضرب بکنیم 9، 4 12، 5 15، 6 18، همینجوری تو عدد طبیعی ضرب بکنیم مضاربش تولید میشه. مضاربش. حالا من ازت سوال دارم. سوال
تمرینیه. همون تو قسمت مضربا میخوام با هم دیگه تمرین کنیم. مضارب صحیح عدد 7 رو میخوام بزرگتر از -20 و کوچکتر از 50. خب ببین مضارب هم میتونه حالت طبیعی داشته باشه، یعنی مثبت باشن، هم میتونیم تو عددهای مثلا منفی ضرب کنیم، مثلا تو -1 تو -2 -3 -4 هی مضربای صحیح تولید بکنیم. خب 7 اگه تو -1 ضرب بشه میشه -7، بین تو این بازه هست. تو -2 ضرب بشه میشه -14، تو این بازه هست. تو -3 ضرب بشه میشه -21، دیگه بزرگتر از -20 نیست. خب پس هیچ. از این طرف 7 تو 1 ضرب بشه میشه خود 7، 7 تو 2 ضرب بشه 14، 7 تو 3 ضرب بشه 21، 7 تو 4 ضرب بشه 28، 7 تو 5 35، 7 تو 6 42، 7 تو 7 49، 7 تو 8 میشه 56، دیگه کوچکتر از 50 نیست. پس تمام مضارب صحیح عدد 7 که بین -20 تا 50 بودن رو نوشتیم. حالا 13مین مضرب طبیعی عدد 5 رو میخوام. اولا مضرب طبیعی میخوام، چه عددی رو میخوام؟ 5 رو میخوام. 13مین مضربش، خب اولین مضربش میشه 1 5 تا که میشه 5. دومین مضربش میشه 2 5 تا. پس 13مین مضربش هم میشه 13 ضرب در 5 که 3 5 تا 15 تا میشه 65 تا. این هم هست. پس 65 میشه 13مین مضرب طبیعی عدد 5. حالا بریم سراغ کم کم کمیمیم. کمیمیم من از 3 کلمه کوچکترین مضرب مشترک به میمیم بود، بزرگترین مقسوم علیه مشترک، شمارنده مشترک. کمیمیم کوچکترین مضرب مشترک. نمادش چیه؟ یک کروشه است. این یه پرانتز. مثلا کمیمیم 3 و 4 رو میخوای، میای مضربای 3 رو می‌نویسی، مضربای طبیعیش، مضربای طبیعی 4 هم می‌نویسی. حالا تو اینا یه سری مشترک است، کوچیک‌ها رو بردار. مضربای 3 3 6 9 12 همینجوری. مضربای 4 کوچکترینش اصلا مشترکا کدوماست؟ یکی 12 و 24 فعلا. حالا ادامه بدی باز ما مشترک داره، ولی کوچکترینش رو ما می‌خوایم. کمیمی یعنی کوچکترینش 12. تمام. پس کمیمی عدد 3 و 4 میشه 12. یه مثال می‌خوام. قبل اینکه مثال بزنم نکتهشو می‌خوام بگم. نکات کمیمی. کمیمی دو تا عدد که یکی بر اون یکی بخش پذیره، این بار میشه عدد بزرگه. به میمیم تو این شرایط میشه عدد کوچیکه. مثال ببین 5 و 25. خب 25 به 5 بخش پذیره، اما کمیمی میشه اگه بپرسه ازت میگی 25. کمیمی تو این حالت میشه 25. 4 و 24. خب 24 به 4 بخش پذیره، کمیمی میشه چند؟ میشه 24. پس کمیمی بین دو تا عددی که به هم بخش پذیره میشه عدد بزرگه، به میمیم میشه عدد کوچیکه. بعدی کمیمی دو تا عدد مختلف برابر حاصل ضرب اون دو تا عدد. مثلا 4 و 9 کمیمیشون چیه؟ 36. 4 نقطه 36. کمیمیم 7 و 12 میشه 84، یعنی حاصل ضربش. شما الان مضربای 7 رو بنویسید، مضربای 12 رو بنویسی، اولین عدد مشترکی که بین این مضربا پیدا می‌کنه 84. همینطور بین 4 و 9 اولین مضرب مشترک 36. یک سوالات خیلی دیگه نخنما شده و همیشگی تو هر امتحانی از این فصل این سوال میاد، میگه کمیمیم این دو تا عدد رو پیدا کن. کاری که باید بکنی چیه؟ نمودار درختی رو میکشی، نمودار درختی 36 رو بکش، به 2 18 به 2 9 9 هم 3 تا عددهای اول دورش یه دونه دایره میکشی. حالا بریم سراغ 48. به 2 24 به 2 12 12 به 3 4 4 هم به 2 میشه 2. حالا دور عدد اول خط بکش. حالا که میخوای کمیمیم حساب کنی، همه عامل‌های مشترک رو می‌نویسی. عامل‌های ما کلا 2 سن با توان بالاتر، با بیشترین توان. الان نگاه کن، سمت چپ 2 به توان 2 ضرب در 3 به توان 2. اگه 2 3 توان این ور نگاه کن، چند تا 2 داری؟ 4 تا، یعنی میشه 2 به توان 4 ضرب در 3. عامل 2 رو با بیشترین توانش بنویسید 4، عامل 3 رو با بیشترین توانش بنویسید 2. پس کمیمیم ما میشه 2 به توان 4 ضرب در 3 به توان 2. گرفتی چی شد؟ یعنی شما باید نمودار درختی رو که کشیدی، بعد از اینکه نمودار درختی رو کشیدی، من اینجا پاک کنم، بعد از اینکه نمودار درختی رو کشیدی، عامل‌های مشترک رو ردیف می‌کنی. حتی ممکنه عامل مشترکی هم نباشه. مثلا یه عامل 5 این وسط داشت، مثال دیگه، مثلا این عدد این ور ما سمت چپیه یه عامل 5 هم داشت، 5 هم میاری اینجا، یعنی سواء که مشترکا رو میاری با توان بالاتر، غیر مشترک هم میاری با توان بالاترش. گرفتی چی شد؟ این هست دیگه. من همه نکته‌های کمیمیم گفتم دیگه. کمیمی دو تا عدد ازت پرسید واحد بنویس. خب بریم سراغ روش قهربال. روش قهربال یه روشیه برای اینکه ما توی یه مشت عدد که به ما میدن خیلی راحت بفهم کدومش اول و کدومش اول نیستن. یکی این روشه برای تعیین کردن اینکه عددی اول هست یا نه، یکی روش تقسیم. حالا روش قلب‌وار بیشتر برای گروهی از اعداد، مثلا میگه عدد بین 1 تا 40 1 تا 50 نمیدونم 1 تا 100 100 تا 150. خب چیکار باید بکنیم؟ ببین دو تا قدم مهم داری. اولین قدم اینه که عدد یک خط بزن، به عنوان اولین عدد با خطش بزنی، چون یک نه عدد اولیه نه مرکب، پس یک خط میزنیم.
اگر سوالی پرسی تو بحث غربال اولین عددی که خط میخوره توی یک بعدش میای سراغ به ترتیب مضربای عدد 2، یعنی عددهای اولی که داری 2 3 5 7 اینا بودن دیگه، 2 3 5 7 11 الی آخر. 2 3 5 7 اینا رو مضرباش دونه دونه، یعنی اول میری سراغ مضربای 2، بعد سراغ مضربای 3، بعد سراغ مضربای 5، بعد سراغ مضربای 7 تا چه عددی مضرباشو بریم خط بزنیم؟ تا عدد اولی که توان دوش توی این عدد ما باشه. مثلا الان اینجا ما خود عدد 2 که اوله، 3 هم که اوله، 5 هم که اوله، 5 به توان 2 چند میشه 25 توی این عددا هست. بله، اما دیگه 7 به توان 2 به درد من نمیخوره چون میشه 49 و توی این عدد من نیست. پس تا همین مضربای 5 برای ما کافیه. پس الان قراره که بریم دونه دونه اول مضربای 2 رو خط بزنیم، بعد مضربای 3 رو خط بزنیم، بعد مضربای 5. خب مضربای 2 چیه؟ همین عددهای زوج. مثل اولین نکن بعد یک که اولین عدد بود خط زدی میشه اولین مضرب عدد 2 که 4 اون 2 به توان 2، بعدش 6، بعدش 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40. خب تماما یعنی یکی الان ازت بپرسه پنجمی عددی که خط زدی، خب میگم که اولیش که 1 بود، دومیش 4، سومیش 6، چهارمیش 8، پنجمیش 10. گرفتی شد. ششمی عددی که خط زدی 12، هفتمی 14، هشتمی 16، نهم 18، دهم 20. اوکی نس. حالا میریم سراغ مضارب 3. تو همه عددی که خط زدی یه سریش مضرب 3 هم بودن دیگه، دوباره که نمیخوای خط بزنی. مثلا 9 اولین مضرب 3 هستش که ما خطش نزده بودیم چون خود 3 که اول بودی چی 3 دو تا میشه 6 و 6 خط زده بودیم، اما 3 تا 9 تا خط نزده بودیم، بعدش میشه 12 خط زده بودیم، بعدش میشه 15 خط نزده بودیم، الان خط میزنیم. یعنی دو اگه ازت یکی بپرسه اولین عدد مضرب 3 که خط زدی چی بود میگی 9، دومی عدد مضرب 3 که خط زدی چی بود میگی 15، سومی عدد مضرب 3 که میخوای خط بزنی چیه میگی چند میگی 27. شاید برگردی میگی آقا سومی مضرب 3 که 27 نیست. بله میدونم چون مضرب قبلیشو با 2 زده بودی رفته بود، مضرب قبلیشو با 2 زده بودی رفته بود. الان باشه سومیش 21 بود 27 نبود، چهارمیش 27، بعدی 33، بعدی 39. پس گرفتی چی شد؟ من 3 1 3 تا خود 3 که اول هیچ، 3 2 تا 6 رو قبلا زده بودی، 3 تا 9 تا میزنی، 3 4 تا 12 تا زده بودی، 3 5 تا 15 تا میزنی. آقا مضربای 2 رو با قرمز زدم، مضربای 3 رو الان دارم با آبی خط میزنم. میریم سراغ مضربای 5 1 5 تا که اول هیچ، 5 2 تا 10 تا خط زده بودی، 5 3 تا 15 تا خط زده بودی مضربای 3. اولین عدد مضرب 5 که الان خط میزنی 25، بعدیش اگه گفتی چنده 35. میبینی؟ حالا مضربای 7 هم قرار خط بزنیم. خیر چیا موند؟ این اولا 7 موند، 11 موند، 13 موند، 17 موند، 19 موند، 23 موند، 29 موند، 31 موند، 37. اینا همه عددهای اولشون. این شد روش قلب به همین سادگی. حالا یه سوال جوندار درستایی میخوام ازش حل بکنم. قبلش 3 تا نکته بگم و بریم سراغ سوال. نکته اول میگه در روش غربال همین روشن هر عدد حداکثر به تعداد شمارنده های اولش ختم میخوره. یعنی چی؟ مثلا برای مثال عدد 40 میخوایم بدونیم عدد 40 چند بار ختم میخوره، چند تا عدد هستن که 40 مضرب اوناست، به تعداد شمارنده های اولش. 40 رو نمودار درختیشو بری، ببین 40 نمودار درختیشو بری، نمودار درختی 40 به 2 میخوره 20، به 2 میخوره 10، به 2 میخوره 5 و تمام. نکن شمارنده هاش فقط 2 و 5. حد اکثر پس 2 بار خط میخوره، یه بار به خاطر اینکه مضرب 2، یه بار به خاطر اینکه مضرب 5. عدد بعدی سی چند بار؟ 30 و نمودار درختیشو بری 3 تا عامل داره، 2 3 5. پس 30 حد اکثر 3 بار خط میخوره چون یه بار مضرب 2، یه بار مضرب 3، یه بار مضرب 5. به همین سادگی خیلی خوشگل میشه روش غربال رو بچه‌ها یاد دادن. متاسفانه خب چی بگم؟ بریم بعدی. نکته بعدی در روش غربال اگر n عدد اولی باشه کوچکترین مضرب اون که برای اولین بار خط میخوره n به توان 2. یعنی مثلا n عدد 5 n عدد 5 اولین مضرب 5 که خط میخوره میدونی چنده؟ 5 به توان 2 یا 5 ضرب در 5 25. تو همین مثال قبلی هم داشتیم زردا مضربای 5 بودن که اولین زردی که خط زدی 25 بود. اولین قرمز یعنی مضربای 2 چی بود؟ 4 بود، 2 به توان 2. اولین آبی مضربای 3 چی بود؟ 9 بود، 3 به توان 2. می‌بینی چقدر خوشگل نکات میچرخه میچسبه. پس اگر n عدد اول باشه اولین عددی که خط میخوره همون n به توان 2. یعنی اولین مضرب 5 که میخواد خط بزنه 5 به توان 2، اولین مضرب 2 2 به توان 2، اولین مضرب 3 که میخواد خط بخوره 3 به توان 2، اولین مضرب 7 که میخواد خط بخوره 7 به توان 2 قطعا. مطمئن باش.
نه سوالاتی هستن که واقعا میاد. و نکته آخر، برای تعیین عددهای اول فقط عدد 1 و مضرب‌های مرکب عدد اول خط میزنیم. یعنی تو روش غربال ما 1 اولین عدد خط زدیم، بعد گفتیم مضرب‌های عدد 2 3 5 7 تا جایی که اجازه بده جز عددهای ما باشه. و خط زدن گفتیم تا کجا ادامه میدیم؟ تا عدد اولی ادامه میدیم که مربع ما بین عددهای نوشته شده نباشد. مثلا تو همین مثال قبلی من دیگه مضرب‌های 7 رو نرفتم سراغ خط زدنش. چرا؟ چون 7 به توان 2 یعنی مربع عدد 7 میشه 49 جزء عدد نبود. پس دیگه سراغ مثلا اولین عدد مضرب 7 که قرار بود خط بزنی چی بود؟ طبق نکته 2 7 به توان 2 49 اصلا جلو 9 وجود نداره که تو بخوای خط بزنی. حالا بریم یه سوال سخت. اینو کسی یاد بگیره و اینو واقعا یه جورایی میشه گفت تحلیلشو بلد باشه، دیگه هیچ مشکلی تو حل هیچ سوالی از این فصل به نظر من نخواهد داشت. اولین و آخرین عددی که خط میخوره تو قربال اعداد 1 تا 100 چه عددی؟ گفتم اولین عدد همیشه 1 بچه‌ها، همیشه 1. و آخرین عددی که خط میخوره ببین عددهای 1 تا 100. آخرین عددی که مضرباشو خط میزنی چنده؟ خب برمیگردی میگی 5 به توان 2 که 25 جزء اینا هست، 7 به توان 2 که 49 جزء اینا هست، بعد 7 عدد اول 11 به توان 2 میشه 121 جزء اینا نیست. پس من باید برم دنبال آخرین مضرب عدد 7. خب میرم اولین عدد مضرب 7 که 7 هیچ، بعدش 14 هیچ، 21 که هیچ، اصلا 14 21 اینا با 2 3 رفته، بعدش 28 که با مضرب 2 رفته، بعدش 5 7 35 که با مضرب 5 رفته، بعد 6 7 که 42 تا مضرب 2 رفته، 7 7 که 49، بعدش میشه 7 8 تا 56 تا با مضرب 2 رفته، 7 9 تا 63 تا که با مضرب 3 رفته، 7 10 تا که 70 تا هیچی زوج هستن، 7 تا 11 تا میشه 77. یعنی آخرین عددی که خط میخوره 77 به نظره. ادامه بده. 7 تا 11 تا درسته. 7 تا 12 تا میشه چقدر؟ 84 تا که زوج با مضربای 2 رفته هیچ. 7 تا 13 تا چی؟ یعنی 13 همین مضرب عدد 7 میشه چند؟ میشه 91 جزء 1 تا 100. پس اینجا نباید ناامید میشدی 11 ضرب در 7 77 بعد بگی همین آخرین عدد 77. نه راه داشت 13 دیگه. نگاه 14 همین مضرب عدد 7 14 ضرب در 7 میشه چند؟ میشه 98 هم که عدد زوج هستم با مضربای 2 خط خورده قبلا خط خورده. پس آخرین عددی که خط میخوره 13 همین مضرب عدد 7 یعنی 91. پس آخرین عدد 91. عجب سوال خوبه. اون سوال یکی سوال قشنگه. به جز حالا اون قسمتی میگه اولین عددی که خط میخوره اصلا حفظم بچه‌ها میشه. یکی دیگه. مضارب چند عدد اول خط میخوره؟ خب مضارب که 2 خط میخوره، 3 هم که خط میخوره، 5 هم که خط میخوره، 7 هم گفتیم خط میخوره. چون 7 به توان 2 هم میشه 49 بین 1 تا 100. ولی عدد اول بعدی 11 که 11 به توان 2 چون میشه 121 خارج این عدداست، این اصلا خط نمیخوره مضاربش. پس 4 تا عدد اول مضاربشون خط میخوره. اولین عدد مرکبی که خط میخوره. ببین اولین عدد مرکبیه نگه یک. الان جواب این 1 نیست. اولین عددی که خط میخوره بعد 1. بعد 1 چیه؟ اولین مضرب 2 که چنده؟ 2 به توان 2 یعنی 4. پس اولین عدد مرکبی که خط میخوره 4. بریم سراغ سوال 4. در مرحله خط زدن مضارب 7 تمام اعدادی که برای اولین بار خط میخورد کدام است؟ خب تو مضارب 7 اصلا بنویس مضارب 7. 7 یکی که 7 اصلا اوله هیچ. 7 2 تا که میشه 14 تا اصلا با مضارب 2 رفته هیچ. 7 3 تا که 21 با مضارب بگو 3 رفته هیچ. 7 4 تا 28 تا که با مضارب 2 رفته چون زوج. پس میبینی اینا اصلا مضارب 7 یعنی که قبل اینکه اصلا نوبت به عدد 7 برسه اینا رفتم. 7 5 تا 35 تا با مضارب 5 رفته. 7 6 تا 42 تا با مضارب 2 رفته چون زوج. 7 7 تا 49 تا یعنی اولین عددی که از مضارب 7 خط میخوره همین 49. 7 7 تا 49 تا. بعدی پس اولی 49. بعدیش 7 8 تا 56 خب 56 زوج با مضرب 2 رفته. 7 9 تا 63 تا با مضارب 3 رفته چون به 3 بخش وزیره. 7 10 تا 70 تا زوج با مضارب 2 رفته. 7 تا 11 تا میشه 77 تا. پس دومین مضرب 7 که خط میخوره و دومین با 77. بریم ببین بازم داره. آره دیگه یه دونه بود 91. 7 ضرب در 13 91. کلا عدد 7 که نوبتش میشه
3 تا مضربش خط میخوره، بقیه مضاربش با 2 و 3 و 5 رفته بود، جزء مضارب 2 3 5 بوده. یکی 49، یکی 77، یکی 91. سوال بعدیش سوال قشنگی. بعد از 35 چه عددی خط میخوره؟ بعد از 35 چه عددی خط میخوره؟ ببین 35 اصلا کی میرسیم به 35؟ کی 35 خط میزنیم که ببینیم بعدش چیه؟ 35 مضرب 2 نیست، مضرب 3 هم نیست، مضرب 5. پس وقتی داریم مضارب 5 خط میزنیم به 35 میخوریم. چند 5 تاست؟ 7 5 تاست. پس هفتمین مضرب 5 35. هشتمین مضرب 5 چیه؟ 40. که اصلا این خط نمیزنیم. چرا؟ چون 40 خط خورده. 40 زوجه، جزء مضرب 2. پس بریم بعدی. 9 5 تا 45 تا. اینم خط خورده. چون 45 مضرب 3 بوده. 10 5 تا هم که 50 تا، از عدد زوجی، خط خورده قطعا. پس اینا همه خط خوردن. اما 11 چی؟ 11 ضرب در 5 میشه 55. 55 مضرب 2 نیست، مضرب 3 هم نیست، فقط مضرب 5. پس بعد از 35 عدد 55 خط میخوره. اینم سوال بسیار خوشگل، زیبا، قشنگ بود. سوال 6. عدد 57 برای اولین بار با مضارب کدام عدد اول خط میخوره؟ ببین سوال خاصی بفهمی. خب 57 برای اولین بار میخوام ببینیم مضرب 2 بوده. خب 57 به 2 تقسیم نمیشه که زوج نیست که. 50 ببین به 3 تقسیم میشه. 50 به 3 ببین تقسیم میشه. نمیشه. 57 به 3 تقسیم نمیشه. چرا اتفاقا 57 به 3 تقسیم میشه؟ 1 3 تا 27 میمونه. 3 9 تا 27 تا. 19مین مضرب عدد 3 میشه 57. پس گفته عدد 57 برای اولین بار با مضارب کدام عدد اول خط میخوره؟ عدد اول 3 با مضارب عدد اول 3 خط میخوره. و آخرین سوال، عجب سوالیه. میگه 70مین عددی که خط میخورد چیست؟ خیلی سوال قشنگه. 70مین عددی که خط میزنی بچه چه عددی؟ خب اولین عدد 1. پس اولین عدد 1. یه دونه فعلا داریم، یه دونه خط زدیم. بعدش چی رو خط میزنی؟ میری سراغ 4، بعد 6، بعد 8. همه مضارب 2 رو خط میزنی تا چند؟ از 1 تا 100 بود دیگه، تا 100. میشه چند تا؟ میشه تعدادشون 49 تا. اگه خود عدد 2 هم بود جزء عدد زوج شد 50 تا، ولی چون 2 نیست یه دونه کم می‌کنیم میشه 49 تا. تا الان 50 تا خط زدیم. بعدش پس مضارب چی بودن؟ اینا 2 بودن. میریم سراغ مضارب عدد 3. چیا رو خط میزنیم؟ اولیش 9، بعدیش که 12 خط خورده، قبلا تو بالایی خط خورده، بعدیش 15، همینجور الی آخر، بعدیش 21 تا 99. تعداد اینا رو بشماریم میشه 16. بعدش مضارب 5. مضارب 5. اولین مضارب 5 25، بعدیش 35، بعدی 65، بعدی 85 و آخری هم 95 که تعداد اینا رو بشماری 6 تا. تو دنبال 70می بودی. خب اینجا رو خوب دقت کن. یه دونه که اینجا رفت با این 49 تا میشه چند تا؟ 50 تا. 50 تا الان رفته. بعد ببینیم 20 تا دیگه کدوم میشه. خب 50 تا اینجا رفته، یه 16 تا بذار روش. 66 تا. 4 تا دیگه میخوای. خب 1 2 3 4 تمام. در واقع میشه گفت بذار ببینم اشتباه نرفته باشیم. یه دونه عدد 1 با 49 50 تا. 50 با این 16 تا میشه 66 تا. 66 یه 4 تا دیگه میخوای دیگه. 66 این میشه 67مین عدد، این میشه 68مین عدد، این میشه 69مین عدد، این میشه 70مین عدد. 70مین عددی که قرار خط بخوره. اینم از این سوال قشنگ زیبا. یه بار دیگه من فقط چک کنم. عدد 1 دونه 49 تا میشه 50 تا. 50 با 16 66 تا. 67 68. آها یه دونه اینجا جا مونده. میگم عدد 55 هم بچه‌ها بوده. پس یه دونه بیایم عقب میشه نکن 66 67 68 69 70. عدد 65 میشه جواب ما. پس 70مین عدد ما میشه 65. 71مین عددی که خط میزنیم میشه 85. 72مین عددی که خط میزنیم میشه 95. این مدلی میشموریم. پس مضارب 2 3 5 7 همینجوری میره آخر. میمونه آخرین نکته این درس، شناخت یه عدد اول و مرکب با روش تقسیم. چطوری بفهمیم با تقسیم کردن که یه عدد اول هست یا نه؟ چطوری بفهمیم؟ خب نگاه کن، یه مثال میزنم. ما میخوایم ببین عدد 101 اولی یا مرکبه. طبق روش غربال چیکار میکردیم؟ نگاه میکنیم ببینیم 101 مضرب 2 هست خطش بزنیم، 101 مضرب 3 هست خطش بزنیم. برای اینکه بفهمیم مضرب یه عدد هست باید ببین تقسیم میشه یا نه دیگه. خیلی ساده. 101 به 2 تقسیم نمیشه چون از عدد فردیه.
به 3 هم تقسیم نمیشه. نیازی نیست بیاید تقسیم چکشی برداری بکنی 101 تقسیم بر 3 میشه یا نه، باقی مانده میداد. نه نمیخواد. عددهایی به 3 بخش پذیرن که جمع عددشون به 3 بخش پذیر بشه. خب جمع عدد این که 1 و 1 میشه 2 که به 3 بخش پذیر، پس این به 3 بخش پذیر نیست. عدد اول بعدی چی بود؟ 5. آیا 101 به 5 بخش پذیر؟ خیر، چون عددی به 5 بخش پذیره یکانش 5 یا 0 باشه. این یکانش 1، پس به 5 هم مضرب 5 هم نیست که خط بزنیم، میمونه مضرب 7. برای 7 قانونی حفظ نباشه. تقسیم کن 101 رو به 7 تقسیم کنیم، 1 میدیم بهش، 10 منهای 7 میشه 3، یکش میاد پایین میشه 31. حالا 31 تقسیم به 7 میشه خارج چند؟ 4. 4 7 و 28 باقی مانده چند میده؟ 3. چون باقی مانده داد، پس 101 به 7 بخش پذیر نیست. پس خیلی ساده، مضرب 7 هم نیست. شاید با خود بگی آقا شاید مضرب 11. میگم نگاه کن تا کجا این تقسیم رو ادامه میدی؟ تا زمانی ادامه میدی که عدد اول بعدی که 11 توان دوش بزرگتر از این نشه. الان کن 7 توان دوش شد چند؟ 49. 49 از 101 کمتره. 5 توان دوش 25 از 101 کمتره. همه عددهایی که ما اومدیم الان تقسیم کردیم توان دوشون از 101 کمتره. دیگه به 11 نیاز نیست تقسیم کنی، چون 11 توان دوش میشه 121، از این بزرگتر میشه. پس با خیال راحت میگی عدد 101 عددی اول است و تمام. یه تصویر من هم رفت. عدد 101 عددی اول است و تمام. به همین سادگی. پس با روش تقسیم تا جایی ادامه میدیم که اون عدد اولی که داریم بهش تقسیم می‌کنیم تواندوش بزرگتر اون عدد ما نباشه. السلام علیکم و رحمت الله. پایان فصل دوم. بچه‌ها امیدوارم که این فصل رو آموزش کامل دیده باشید، لذت برده باشید. حتما مثالا تمریناتی که کار کردیم رو انجام بدید. دوستانی هم که میخوان یک دوره مکمل شب امتحان حتما ثبت نام بکنن و سوالات قوی‌تر و پروپیمون‌تر و تعداد بالاتری حل بکنه، حتما دوره تکمیلی شب امتحان رو که شرایطش رو تو کپشن نوشتیم ثبت نام بکنید و شرکت بکنید. اونجا دیگه ما شما رو برای واقعا نمره 20 آماده می‌کنیم. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا فصل بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.